سلام، توی این پست میخوام بهتون بگم که اگه ماشینی رو رنگ کردی و رنگت شوره کرد چجوری شورهشو برطرف کنید. نگرانش نباش، با من همراه باش. خب ببینید اینجا ما یه شوره کوچیک داریم که می‌خوایم با هم دیگه راه رفع کردنش رو یاد بگیریم. خب اول میایم اون قسمتی که شوره کرده رو توسط یه مقدار بتونه فوری روی خود شوره و یه مقدار اطرافش رو با بتونه فوری میکشیم. مزیت این کار اینه که وقتی که ما بتونه فوری رو کشیدیم شوره و فضای اطرافش میره زیر بتونه فوری و وقتی که ما سنباده بزنیم سرش رو برداریم دیگه سنبادهمون به اطرافش نمیخوره و باعث نمیشه که اطراف رنگمون کچل بشه. حالا بعد وایسیم کامل خشک بشه بعد بریم سراغ سنباده کاریش. خب وقتی از خشک شدنش کامل مطمئن شدیم پیشنهاد من اینه که از یه سنباده با درجه سختی 1500 استفاده کنیم. البته این نظر شخصی منه، ممکنه نظر بعضی از اساتید یه مقدار متفاوت باشه. خیلی با دقت تمام تلاشمون رو می‌کنیم فقط سطح اون برجستگی که شوره داشته رو با سنباده بسابیم و بازم پیشنهاد من اینه از پدی که واسه این سایش می‌خوایم استفاده کنیم پدش اسفنجی باشه، پدای سفت خیلی سخت نباشه. اینو من تو تجربه دیدم خیلی بهتر میشه باهاش این کارو انجام داد. اینو حسابی می‌سابیمش با سنباده 1500 تا جایی که یواش یواش برسیم به سطحی که صاف بشه و با بقیه بدنه یک دست بشه. خب یه نکته دیگه هم که اینجا وجود داره، ببینید الان وقتی من سنباده زدم یواش یواش بتونه فوری این قسمت رفته، بنابراین برای اینکه دوباره این دور و برش کچل نشه یه بار دیگه خشکش می‌کنم، یه دسته بتونه فوری روش می‌کشم و انقدر این مراحل و این پروسه رو طی می‌کنم تا ما این سطح شوره رو برطرف کنیم ضمن اینکه هیچ ضخامتی از دور و برش کم نشه و هیچ فرسایشی روی دور و برش نداشته باشه. خب یه بار دیگه اون قسمت خالی شده رو بتونه فوریشو کشیدم، دوباره از اول با همون سنباده 1500 دوباره میسابیم تا این برجستگی که وجود داشت رو بتونیم برطرفش کنیم. اینقدر این کارو می‌کنیم تا برجستگی صاف بشه. آقا سطح ما الان کامل صاف شد بدون اینکه هیچ آسیبی به ضخامت دورش وارد بشه. حالا نوبت سنباده 2000. خب با سنباده 2000 روشو میزنیم، قشنگ نرمش می‌کنیم و تا حدودی همین بتونه فوریایی که دورش زده بودیم رو برمی‌داریم. حالا اینجا علت این که من چرا از بتونه فوری استفاده کردم و بتونه سنگی استفاده نکردم و خوب می‌تونید متوجه بشید. اگه بتونه سنگی بود به این راحتی‌ها نمی‌تونستیم کارش کنیم. و یه نکته دیگه هم داره که توی کپشن براتون نوشتم که حتما مطالعه کنید. خب حالا بقیه بتونه فوری که مونده بود و با یه تینر راحت به این شکل پاک می‌کنیم. بعد از اینکه پاک شد با یه سنباده 2500 و بعدش هم یه سنباده 3100 رو کامل آماده پولیش کردن می‌کنیم. خب برای پولیش کردنش هم از پولیش زبر و پد زبر و پولیش متوسط و پد متوسط و همینطور دستگاه روتاری استفاده می‌کنیم که سطح رو آماده کنیم و آینه بشه. بعد نتیجه کار که شوره برطرف شده و یه سطح صاف و یک دست رو به دست آورد.